السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. تاریخ هر ملت آینه آن ملت، خاطره آن ملت است. هر ملتی که میخواهد آینده درخشان داشته باشد میباید تاریخ خود را حفظ نماید. شرط رسیدن به پیشرفت، به ترقی، به شناخت خود، شرط رسیدن به تمدن حفظ تاریخ است و آموزش تاریخ است و تحلیل و تفسیر درست تاریخ است. تاریخ میباید بدون تزویر و تحریف برای ملت گفته شود. هر حقیقتی که هست باید بیان کرده شود. تنها در این صورت هر ملتی از تاریخ خود میتواند استفاده کند و برای آینده خود از گذشته خود تجربه آموزد. آینده خود را در اساس گذشته خود بسازد. آنچه که به ما مردم تاجیک و تاریخ ما تعلق دارد، شناخت بزرگ مردان و ابرمردان عالی سامان است. خانواده‌ای که در خراسان و ماوراء النهر دولت بزرگ تأسیس دادند، دولت پرقدرت ساختند و عدل و انصاف را میان رعیت جاری نمودند و از خود نامینه که گذاشته رفتند که در مورد بزرگ مردان این خانواده و تاریخ این دولت برنامه‌های برای شما تقدیم خواهد گشت. اما نکته‌ای که حالا می‌خواهیم به آن اشاره نماییم این است که باعث تأسف است که این شخصیت ها دائم یک پهلویشان برای مردم، برای ملت معرفی می شوند. تنها از اسماعیل سامانی، از نصر و از احمد و از دیگران ما جنبه لشکرکشی، دولتداری، سیاستمداری می شناسیم. جنبه دیگر این شخصیت ها یا جنبه های دیگر این شخصیت ها برای اکثر خوانندگان نامعلوم است. در حقیقت آن جنبه ها، آن پهلوهایی که از این شخصیت ها برای اکثر خوانندگان پوشیده است، حتی برای کسانی که به تاریخ سر و کار دارند، در حقیقت سری عظمت آنها در همان خصلت ها، در همان پهلوهای شخصیت آنهاست. مثلا خصلت عدل و انصافی که داشتند، از آن منشأ میگیرید که آنها خدا ترس بودند، دیندار بودند مثلا. اما در آنچه که دسترسی مردم است، از دینداری آنها، از مسجد بنیاد کردن آنها، از گریستن آنها از ترس خدا، از جهاد آنها، از حدیث روایت کردن آنها چیزی ذکر نمی شود. که این در روایت تاریخ البته خلل است. وقتی تاریخ قصه کرده می شود، نقل می شود، باید آنگونه که هست نقل کرده شود، بدون کاستگی، بدون حذف، بدون تحریف و تزویر. اینجا به جمله در حالنامه امیر اسماعیل سامانی میخواستم اشاره نمایم که دلالت های زیادی دارد. امام نصفی، نجم الدین نصفی، صاحب عقاید النصفیه که کتاب عقیده معروف است در ماوراء النهر و در خراسان مورد آموزش است، کتاب دارد در این حجم، در این دو جلد، به نام القند فی ذکر علماء سمرقند، که در این کتاب حالنامه 1225 تن از عالمان سمرقند و اطراف آن را ذکر کرده است. همه ترجمه حال عالمان است که در این کتاب ترجمه حال امیر اسماعیل سامانی نیز ذکر کرده، همچون عالم، همچون محدث درج گردیده است. دوستان عزیز، بیایید ببینیم که امام نجم الدین نصفی که از حافظان حدیث و از مفسران است، در این کتاب ارزشمند خود در حالنامه امیر اسماعیل سامانی چی گفتند. امام نصفی میگوید ذکر ابی ابراهیم اسماعیل ابن احمد ابن اسد ابن سامان تا آخر نسبی را ذکر میکند. والی خراسان میگوید و کان من افاضل الامراء ممن يعدل في احکامه مشفقا على رعيته به يضرب المثل في حسن الخلق والعشرة والرغبة في الجهاد وقتال الكفرة وكان كثير الجند وهم 4 إخوة نصر وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وكلهم محدثون. میگد از امیران بزرگوار و از جمله امیرانی بود که عدل میکرد، خیلی بر رعیت مشفق بود، در حسن خلق، در حسن رفتار، در اخلاق نکو به اون مثل زده میشد و در جهاد و قتال کفره خیلی رغبت داشت. آنها 4 نفرن، میگوید 4 برادرن، یعنی برادران فرزندان احمد: نصر، اسحاق، یعقوب و اسماعیل.
و کلهم محدثون، همه آنها محدثن، حدیث روایت میکنن. بله دوستان عزیز، این گواهی امام حافظ مفسر بزرگوار و ادیب عالم قرن 6 هجری 537 وفات کرده، امام نجم الدین نصفی، در مورد اسماعیل سامانی و برادران او نصر و اسحاق و یعقوب که آنها محدث بودند، یعنی حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را حفظ می دانستند و آن را روایت می کردند. این چنین شهادت ها دوستان گرامی و گواهی ها از جانب علما برای این خانواده و بزرگمردان این خانواده زیاد است. تنها امام نجم الدین نصفی نیست که چنین تزکیه و گواهی نیک برای این خانواده داده باشد، بلکه دیگر مورخان، دیگر محدثان نیز این خانواده را و این مردان بزرگ تاجیک را به نیکی یاد کردند و خاصتا علاقمندی آنها را به علم حدیث و روایت قید نمودند. مثلا امام ذهبی صاحب کتابی مشهور دانشنامه وسیع در حالنامه بزرگان سیر اعلام النبلا در کتاب دیگری خود که العبر نام دارد، العبر فی اخبار من غبر، در ذکر حادثه های سال 295 هجری، سال وفات امیر اسماعیل سامانی، میگوید در این سال امیر خراسان و ما وراء النهر اسماعیل بن احمد نیز وفات کردند، رحمت خداوند بر ایشان باد. امام ذهبی میگوید و کان ذا علم و عدل و شجاعت و رأی، جمع بعض الفضلاء شمائله و سیرته فی کتاب و کان ذا اعتناء زائد بالعلم والحدیث. امام ذهبی میگوید به علم، خاصتا به علم حدیث، خیلی اهمیت زیاد داشت. اهل حدیث را دوست می داشت و حدیث حفظ می کرد و روایت می کرد و این عادت در این خانواده معروف است. در سیر اعلام النبلا در حالنامه ایشان میگوید کان ملکا فاضلا، خیلی سلطان فاضل بود، عالما فارسا، عالم بود، دانشمند بود، فارسا شجاعا میمونا نقیة معظما للعلماء یلقب بالامیر الماضی، خیلی رفتار و سیرت نکو داشت، شجاع بود و ملقب به امیر ماضی بود. و سمع من ابیه، از پدرش حدیث شنیده، و از محمد ابن نصر مروزی عامت تصانیفه، همه تصنیفات فقیه زمانش را، محمد ابن نصر مروزی که از فقیهان سرشناس خراسان است، همه تألیفات او را میگوید روایت میکرد. اسماعیل سامانی تألیفات محمد ابن نصر مروزی را از او شنیده بود و روایت میکرد. این چنین امام ابن الاثیر در کتاب خود الکامل و حافظ ابن حجر اسقلانی در کتاب خود تبصره المنتبه بتحریر المشتبه این خانواده را بخصوص امیر اسماعیل سامانی را به نیکی یاد کرده، حدیث روایت کردن او را ذکر میکنند. یکی از خصلت‌های خیلی نمایان این خانواده دوستان عزیز، امیران این سلاله که اتفاقا همه مورخان این خصلتشون را ذکر میکنند، قید میکنند، این بوده که علم شرعی را خیلی دوست می‌داشتند. اهل علم را خیلی عزت و اکرام می‌کردند. نزد اهل علم، نزد فقها و محدثان خیلی فروتنی می‌کردند و خودشان در صف طالب علمان علم فقه و علم حدیث می‌آموختند. در حقیقت یعنی نخستین دولت تاجیک، این امیران بزرگوار تاجیک دین ستیز نبودند، دینداری را با دولتداری جمع کرده بودند. دولتشان را در اساس علمانیت و دشمنی با دین و قرآن و با مسجد بنیاد نکرده بودند، بلکه اینجا امام نصفی در ترجمه حال زیادی از فقها و محدثان ذکر میکند که جنازه او را خود امیر اسماعیل سامانی پیش در آمده خوانده است. تصور کنید در سمرقند و در بخارا، در این منطقه که پر از فقها و محدثان و قاریان است، امیر نیز از اهل قرآن است، از اهل نماز است، میتواند که پیش در آید نماز مردم را خوانده دهد. و یا امام نصفی از فروتنی و خاکساری این امیران میگوید و این چنین احترامشان نسبت به اهل علم که در جنازه فلان فقیه امیر نصر و یا امیر اسماعیل تابوت را می برداشت که حتی پایهای امیر در لای فرو رفته، لای آلود هم شده بود مثلا. یعنی امیران آل سامان دین و شریعت و قرآن و حدیث را به غایت احترام داشتند و اهل آن را دوست می داشتند و نزد فقیهان و محدثان همچون خادم اظهاری فروتنی می کردند. به امید شناخت درست از این ابرمردان بزرگ تاریخ تاجیک. خدا یار و مددگارت.